شوم قربانی تیغی ابروانت یا رسول الله، شود جانم فدایی گیسوانت یا رسول الله، شود جانم فدایی گیسوانت یا رسول الله. چون بین نجومی از کلام‌های زیبایت، چون بین نجومی از کلام‌های زیبایت، شکر می‌ریختد نشی زبانت یا رسول الله، شکر می‌ریختد السلام علیکم. ندیدم حسرت آمد در جهان از روی زیبایت، زی دنیا میروم با آرمان یا رسول الله، زی دنیا میروم با آرمان یا رسول الله. بری تعذیبی اومد غارا بیت الحزن کردی، بری تعذیبی اومد غارا بیت الحزن کردی، همه خوش و طیوران در فراقت یا رسول الله، همه خوش و طیوران. خب دوستان عزیز، طعام را هم تناول کردیم. عزیزان، انسانهایی که طعام خورده ایستادین به حضور طعام تناول کردن گیرید. انشاءالله عزیزان که در این صبح با صفا من دامله عزیز درباره ایمان و اسلام سخن گفتن. البته باید ما و شما با گوش جان با گوش قلب شنویم، برای خود غذای معنوی برداریم. عزیزان این مفید است برای ما و شما. البته دوستان عزیز، در بالا هم گفتیم بسیار مهمان ها از دور و نزدیک قدم رنجیدگی هستند. الحمدلله به دعوت این برادر، یکی از استادان زبردست که در اینترنت گوییم کانال ها دارن، من داملای عزیز داملا مجیب الله هستند. من در بالا داملا گفتن در شهر فرغانه، یعنی در ولایت سوق، در مسجد جامع تاج محل گفتنی مسجد امام خطیب هستند. انشاءالله بردن این معرکه را و امر معروف نهی منکر را با سخنهای دلنشین خود که البته خلق ما که یک مهمان دوست هست، با گوش جان با گوش قلب میشنوه، دیگه انسان هست. در دین اسلام محبتشان بسیار زیاد هست. استاد عزیز انشاءالله سخنهای شما را هم با گوش جان با گوش قلب میشنوند. الحمدلله چنین تویها چنین امر معروف ها در این دیار ما در این محله ما خیلی بسیار می شود. ببینید این خلق چگونه با یک محبت و اخلاصی بلند گوش انداخته شدین. انشاءالله از خدمتگارهای معرکه در همین برادرانی که خدمت کرده ایستادن با ایمای اشاره خدمت میکردن، انشاءالله البته از سخنان داملای عزیز بهرمند هم میشدیم. نور علی نور میشد. عزیزان مرحمت داملای عزیز. به نام جهانداری جان آفرین، حکیمی سخن اندر زبان آفرین. حمد و سپاس مر خدا را
که صنعش در وجود آورد ما را. هر دم از ما 100 درود و 100 سلام بر رسول و آل و اصحابش تمام. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. السلام علیکم برادران اهل اسلام، عالمان محترم و حاضرین محترم و مهمانان گرام قدر. الحمدلله چخیلی که حضرت ها صحبت های بسیار دلنشین کردن. الحمدلله. خدا خواهد عزیزان من، ما نزد اینها لایقی سخن کردن نداریم که یک صحبت کنید گفتن انشاءالله علمی کرایی هم نداریم، لکن قدر امکان انشاءالله و شما عزیزان هم صحبت میشویم. چخیل صحبت های خوب بزرگان باشن انشاءالله. خدا خواهد اینا میراثخوار پیغمبر ها هستند. الحمدلله. العلماء ورثة الانبیاء. این عالم ها میراثخوار پیغمبر هستند. از پیغمبر نه نان موند، نه گوش موند، نه دیگر موند. یگانه چی موند؟ علم موند. الحمدلله. یعنی علم پیشبر شنمی بزرگا هستن انشاءالله. عزیزان من، اینا را حرمت کنی، عزتش نه بجا بیاره. چون که ما مهمان هستیم 15-20 دقیقه با میریم. همین بیچاره ها شب و روز در خدمت شما هستند، در دعای شما هستند انشاءالله. خدا خواهد کسی که علما را حرمت میکند پیغمبر را حرمت که برابر است. عزیزان من، عالما را دایم انشاءالله از غیب و از دیگرش دعاهای خوب کنین. این قاریای محترم بلبلانی محمدی صلی الله علیه وسلم خیلی که چقچق کردن الحمدلله قلبا با حضور اومد. بسیار شکرگزار مسرور شدم من این عالما که هم صحبت شدن. اولا ما برای زیارت شما آمدیم عزیزان من شما را دوست می‌دارم انشاءالله. خدا خواهد در کجای باشیم انشاءالله در حق عالم ها در حق دیگر دعاگو باشیم انشاءالله. اسلامی عزیز است که ما و شما را هممون چی کرد؟ به دیگر نزدیک کرد، به دیگر انشاءالله دوستی کرد، به دیگر مهر و عاقبت من انشاءالله بلند گردون انشاءالله. من یک چند سخن از شخص های تاریخ درباره فرزند انشاءالله برای شما بیان میارم انشاءالله. عزیزان من، البته بار دیگر چیزی که حضرت ها گفتن این توی برای ما شما مبارک باشد. این محفل این برادر الله سبحانه و تعالی فرزند کاشد درنه مثل عالمای با عمل قالی های قرآن بگردوند. عزیزان من انشاءالله خدا خواهد خداوند همیشه عمرهاشون دراز کند، رزقاشون انشاءالله برکاتتان نماید. من مالک دینار گفتگی شخص گذشتگی هست، اینا همه بزرگا میدانن تاریخش انشاءالله. خدا خواهد اینا گفتگی هستن شما داد یکی باز ما تکرار میکنیم، چون که تکرار کردن این نصف علم است. الحمدلله. همین مالک دینار هم من توبه کردن یک دو حکایش انشاءالله 3 تاریخ اسلام انوشیروان هارون الرشید برای شما انشاءالله خدا خواهد حکایت میکنم. اینا شخصانی انشاءالله معتبر هستن از زانی من، شخصانی که در اسلام خدمت بسیار بلند کرده هستن. الحمدلله. این تاریخ خودش جاوید میموند، این تاریخ ابدی است انشاءالله. خدا خواهد ما میگذریم این شخصا میموند، این تاریخ دائم انشاءالله هست. همین مالک دینار در اصل برادرها یک الکش بود، بسیار عرق خور بود، عرق بسیار میخورد. خودش روایت میکند، این دروغ نیست. این میتونید شما با تاریخ دفتراش کتابات تاریخ زنید. بسیار میگد همچنان که میگن من خیلی گناه میکردم، باور میکنه زناگرم بود، عرق خورم بود، پرسنت میداد. این چیزی که حرام است از زانی من عینا نمی حرامات بالکل میکرد. حتی میگن مردم از گناه من حذر میکردن، مردم ظلم میکردم، میزدم، حقارت میکردم، همه انواع گناه را کردم. میگن یک روز میگه خواهش خانه داشته کردم، گفته میگم هیچ که دخترش من نمیتیه، این به این رفتار اخلاقم کی دخترم میتیه من. بعد میگه یک از بازار چوری را خریدم، آزادش کردم، بعد میگه همون چوری بدنی گرفتم، خدا از همون میگه دختر میگه یک دخترک به دنیا دادم. این فرزنده الله سبحانه و تعالی میتد عزیزان من. این فرزنده دادنش در دست یگان کس نیست. 3 چیز بجز خدا کسی دادن نمیتونه، نه داملا، نه پروفسور، نه دکتر، هیچ کس دادن نمیتونه. یکی همین فرزند است. چون خدا قرآن دا وعده میکنه استعیذ بالله، ما هستیم که برای شما فرزندی پسر و ما هستیم که برای شما فرزندی دختر.
و ما هستیم که برای شما هم پسر و هم دختر و ما هستیم که شما را به نسل آفریدیم. این در دست خدا هست انشاءالله. همین دخترچه را داد میگن نامش فاطمه موندم. همین فاطمه معناش میدونید که از فاطمه گرفته شدگی است. معناش یعنی از آتش دوزخ خلاصی است. پیامبر اسلام فاطمه من بهترین گهواره که چشم شو فاطمه دختر دارن. این فاطمه زورا دروغ است، در اینجا نیست. ولی ما شما هم یک دوگونیکه که نگرد در فاطمه نه، این نیست اسلام ده. چون که رسول الله یعنی 7 فرزند دارن، 7 فرزند، 4 دختر و 3 پسر. ببینید همین 4 دختره یکش نامش فاطمه است، رقیه است، ام کلثوم است، زینب است. کجا شد زهراش؟ گفته که سوال پیدا میشه. این نیست. یا که ما شما حسن حسین میمونیم، اکثر جا همین دوگونه کشید حسن حسینش موند. این حسن حسین در اسلام نیست. همین حضرت علی فرزنداش نامش حسن حسین موندگی است. همین حسن گفتگی خوشرو، حسین خوشروک، همین معنی دارد. از این در شما این طرف اگر فرزندکا بیاید یادش عبدالله مانند، یادش عبدالرحمن، افضل نام ها، افضل الاسماء محمد و عبدالله. بهترین نام میگه نام چی است؟ محمد است، عبدالله است، عبدالرحمن مون. من شیخ بزرگی ازبکستان زمین محمد صادق محمد یوسف، یادش محمد صادق مون، یادش محمد یوسف مون. ان شاء الله و فرزندگان به درجه بالاترین میرسن. همین امام حسن حسین 1 سالی فرق میکند. خانداشت حضرت علی فاطمه مادر مونده، 1 سال بعدش فرزند آورد. چون که حضرت علی اسدالله شیر خدا است، شمشیر خدا در تاریخ نام گذاشته است. چون که کافر را به قتل بسیار میرسون. نامش حرب موند، جنگ. پیغمبر نازنین در وا خودم گفتن دامادم علی جان نبیره من نامش چی کردی؟ گفتن حربش موندم، جنگش موندم. نه گفتن حسن. با 1 سال دیگه گذشت، با 1 فرزند تولد شد، بچه با نامش حرب موند. چون که حضرت علی جنگ دوست می داشتن. گفتن با نبیرم از چی مونده؟ با گفتن یعنی جنگش موندم. نه بچه هم گفتن جنگ، نه گفتن یعنی حسین زیبا زیبا یک گفتگی است. اینا دوگونی نیستن عزیزان من. این چیزا هم شما باور نکنه. بهترین نامی چی است؟ اسماء الله انشاءالله خدا خواهد. بهترین ناما عبدالله مونین، عبدالرحمن، عبدالحکیم، عبدالقدوس و هکذا. یا که محمد پیغمبر میگن کسی که 3 فرزند دارد و 1 تاش نامی من نموند وی به خود ظلم کرد. محمدش مون انشاءالله خدا خواهد صلی الله علیه و سلم. ببینید ابوبکر مون، عمر مون، عثمان مون. بهترین چون که روز قیامت به همین ناما دعوت کرده میشه. فقیر با خیزگواد بعد ناموس کرده، تشبا خیزگواد او دسته خیزگواد. نه، بهترین نام به نام انشاءالله روز قیامت فرزندگاه فخر کنن. الحمدلله خیزن نزد الله. عبدالله خیزگواد لب گفته پیش الله دیده رود از داریم. میگه همین فاطمه میگه سکسکه کلان شد، 2 ساله شد. میگه گاه من عرق در پیش میموندم، میگه میریختش. بینه خدای تعالی این کودکا را اگر خدا خود مهر و عاقبت الله در قلبش جا کنند، میگه نمیمون که عرق خودم سکسکه. میگه آیسته آیسته میگه مهرم زیاد شد. میگه با یعنی اسلام سکسکه ای گناه دور شدن. سکسکه 3 ساله شد. میگه همین 3 ساله شد که میگه 1 باره وفات کردم. اون میگه مرد دخترک. میگه چون که مهرم با دخترم زیاد بود. بعدی و مردن میگه تمام من میگه چیکار کردم. 1 شب شیطان گفت میگه که تا خوردن ده بخور. رسا خوردم. میگه همچنان خوردم مست شدم که علاج نشید. میگه 1 محل خواب غلبه میکرد. در خواب میگه خیزم قیامت قایم شده است. عزیزانی من قیامت حق است و راست است. انشاءالله هممون میخیزیم، هممون میمریم. حالی پیش الله رفته حساب کتاب میته. محشرگاه میگن جای حساب کردن. میگه همه خسته است، منم خسته. میگه خیز. میگه همه ناماش گرفته. میگه دعوت دارم فرشته فلان چی بیا حساب کتاب ده. یعنی چی در دنیا کردی، چی خوبی کردی، چی بعدی کردی، جواب ده. 1 بار میگه نامی من گرفتن. مالک بچه دینار ایجاد بیاد حساب کتاب نمیگه. از ترس میگه این طرف ادم اون طرف میگه که آدمو گویا که غایب شد و 1 مار پیدا شد. میگه مار پیدا شد. میگه چنان مار من سر کرد که گریختم. میگه طرف این طرف گریخته برام. میگه 1 موی سفید پیدا شد. میگه موی سفیدی زیبا.
گفتی که بابا جان همین من از همین مار خلاص کن، همین مار منو میخورد. میگه که من نمیتونم، من موی سفید هستم، من قوت ندارم که این مار هلاک کنم، نمیتونم. این طرف رو میگد، این طرف رفت، میگه که نزد دوزخ رفت. میگد اونجا با گشته گرفته اومد، میگه با همون موی سفید میگد بابا جان من از همین خلاص کن. گفت که میگه انا طرفی کوه رو شاید نجات یابی. وقتی که من طرفی کوه میگه زده رفتم که پرده ها هست، میگه در همون پیش پرده ها میگه کودک ها همش وجود دارد. میگه یک باره میگه فاطمه که دختر خودم در همونجا وجود داشت. میگه کودک ها گفتن که ای گفتن فاطمه پدر تا خلاص کن. میگه ده پیش اومد، میگه یک دستی که من گرفت، بعد دست چپش همین خیل کرد. میگه مار میگه گشته برفت. بعد میگه شیشتم. گفتم چی هست؟ گفت که ما از دنیا گذشتیم، الله سبحانه و تعالی همینجا ما را جا داد. بعد گفت میگه دخترم بگو و این مار چی بود؟ گفت میدانی؟ گفت پدر همون مار عملی بدی تو بود، عرقت، زینات، دزدیات، قمار بازیات، پرسنتات، گناهش بود که تو را سر کرد. انو گفت موی سفید میدونی؟ گفت عملای خوبت است، کمتر عملای خوب کردی، دیدی ضعیف، ای دستش ناومد که تو را دستگیری کند. چون که عمل روز قیامت انسان دستگیری میکند. عملی خوب باشد چی میگیرد؟ انشاءالله خود جنت. عملی بد باشد دوزخ. عزیزانی من، هر یک عملی که ما شما در دنیا میکنیم حساب کتاب دارد. خیال نکن که از یاد خدا فراموش میشه. نه، خدا در بالای ما شما دو کامera موندگی است. کامera کرام الکاتبین، استعذ بالله، کرام الکاتبین یعلمون ما تفعلون. همین کرام الکاتبین شب و روز عکس برد، این طرف راستش نیکی ها را، چپش گناه ها را. پس انشاءالله میتید اینا نامه اعمال میگن، اینا بدست میگیریم. همین نامه اعمال یا بدستی راست میتید، من حضرت ها میدونن، یا بدستی چپ میتید، یا که از پشت میتید. سه حالت کتی. کسی که از راست گیرد انشاءالله نجات مییابد. از چپ و پسی پشت که گیرید دشوار است حساب کتاب. عزیزان من دعا کنیم دائم الله در وقتی دستش افتن گوی پروردگارا همون نامه اعمال من از طرف راست بده، از طرف چپ و از پس پیش ندی که طاقتی عذاب خود ندارم. بعد گفت که میگه پدر گفت توبه کن. خدا در سوره حدید گفت آیت 16 هم میگه که آیا برای شخصانی که وقتی نشده است که ایماناش نگفتن چیکار کنند؟ یعنی قوی کنند. همین آیت میگه دخترچم خواند، دلم میگه ملایم شد. یک بار از خوابم خیستم، میگه آبازی کردم، طهارت کردم، عبادت کردم، مسجد رفتم. میگه نماز جماعت نم عیناً همون امامم سوره میگه حدید تلاوت کرد. میگه بعد میگه نماز میگه با قومی که مثل علمی درسی بود است شیشتم همه از من ترسیده است. میگه این کجا اومده شد؟ ولی ما شما اراخر نماز خون شد در دلگیر میشین. این اگه جان نماز خون دادینا فلان بود پیستان بود، نه ای گپ نگو. همه گناهگاریم، هممو یا بیگناه هستیم. در همین دنیا یگان کس بیگناه نیست. همه قدر امکان ها. اگر من علاوه گناه آشکار کند از این وطن ازبکستان گریخته میرفته ایستم. این خدا را بینه با ستاره یک صفت دارد که ای پوشی بنده ها آشکار نمیکنه. میتونه کامپیوتر در پیشین نیسته و برارش دروغچی، پرسنچی، زیناگر، عرقخور، فولبین، قمارباز نمیکنند. ما هم باید که ای بیا دیگر برادر را ستر کنیم، نگویم انشاءالله بخیر خرسان شیم. پیغمبر نازنین بینه صحابه هایی که هزارها گناه کرده خدا خواهد چیکار میکردن؟ نوازش میکردن. دهه کلبی بینه در تاریخ گذشتگی است، دهه کلبی 70 دخترش زنده با زنده زیر خاک کرده است. 70 دخترش وقتی که پیشی پیغمبر اومد دعا کرد پروردگار همین اسلام برای دهه کلبی روزی گردون. وقتی که اومد پیش اسلام رسول الله ردای مبارکش میگه کشید از بدنش انداخت، گفت دهه کلبی بالای من بشی، ای من بالا بشی. رسول الله یک انسان ایمان می آورد تا که در آسمون میپرتافت، شکر به خدا میکرد. حضرت عمر ایمان آورد، صحابه چنان بانگ زدن که مکه لرزید از خرسندی. ما امروز خفه میشیم یک نماز خون بیچاره مسجد را دلگیر میشیم، نشیم خرسند شیم انشاءالله. خدا خواهد الله چنان صفت دارد
امروز گیم که زنا کردی، عرق خوردی، دزدی کردی، تا امروز چی عمل کردی؟ بیا کن. ای بنده بازا گر برو جا گبرا هستی بازا. این درگاهی ما درگاهی ناامیدی نیست. 100 بار اگر توبه بشکستی بازا. الله میگه 100 بار اگر یه در روز نماز کنی با یک عرق خوردی، 1 سال نماز کنی با یک زنا کردی، بیا ناامید نشو. لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جمیعا. میگه از رحمت من ناامید. این ناامید فقط همون ملعون شیطانه. ما امید داریم گرچه گناهگاریم ان شاء الله. خدا خیر. این موی سفید کرده این نامه سیاه تا چند بگیری عزیز درگاه اله. ای موی سفید بگید 70-60 دلمه ریشت سفید شده چوی درگاه خدا میگیری. بیا نگو که من امروز 70 اومدم 80 که من خدا نمیبخشه. گفته که شعار در مسلمان نمیزیبد. نگو خدا خواهد میبخشد. خدا 4 نخواد دارد. 4 نخوادش میدونی چی است؟ توبه است. استعیذ بالله. خدا میگه یعنی توبه که بیا بندم بیا. خداوند توبه یعنی خرسند میشه. یک بنده اگر سوی خدا بینن 1 قدم موند، خدا 10 قدم میمونده است. شما اگر 1 وجه سوی خدا مونید، خدا 10 وجه سوی شما میمونده است. نبینید اگر میگه بنده راگشته بیاد، خدا دویده میومده است که بنده یکم پیشی من اومد. خرسند میشد از توبه شما. هر یک میگه در دوا دارد. دوای گناه میگه پیغمبر چی از توبه است. اکن استغفر الله. خدا خیر. بیا پیشی بزرگا. خدا خیر. راو با پیشی مسجد نیموز امکانیت است. الحمدلله. برو پیشکی مسجد و توبه که ان شاء الله. خدا خیر. توبت الله قبول میکند. ببینید هارون الرشید میگم قصه‌شه. هارون الرشید ببینید یک روز میگه قبرستان دورمد. قبرستان در دورمد که میگه با حیلا گفته یک اولیا میگه در سر قبر گریسته ساده است. این یک سبب میشود و آدم اسلام مشرف میشود. به سبب چیز نیست عزیزانی من. سبب میشود. بعد اومده گفت که ای با حیلی، ای دیوانه، عقل تکار نمیفهمی. این مردم تو دیوانه میگن تا که بالای قبر میشینی. میگه بوحیلی میگه میخیزد و بالای درخت میبراید. چون که پرزیدنت بود میترسید. پرزیدنت همه سعی دستش میآید. پادشاه بود. بورمند میگه گفت که ای گفت هارون الرشید گفت من دیوانه هستم یا تو دیوانه هستی. سبب گفت تو گفت قصرات آباد داری، من قبر ما آباد دارم. و قصرات تو نیست و نابود شده می رود. نیکی قبر نیست و نابود نمیشین. قبر چی است؟ آخرت خانه چی است ازانی من. ایورا ریمونتی قبر حیات نبرور. ایورا ریمونتی قبر حیات نبرور. ایورا ریمونتی قبر چی است؟ عمل صالح هست انشاءالله. عز الدنیا بالمال و عز الاخرتی بعمل صالح. عزیزی دنیا با مال، امروز ماشین داری، پول داری، خونه و نداری، همه حرمت نکنه. عزیزی من، برادری من، دوستی من. نیکی پگر روز قیامت چیکتی میشده ما عزیزی ما و شما به عمل صالح میشد. اگر نماز و طاعت و روزه عبادت داشته باشی، سربلند پیش الله دیلت گرفته میروی. میگی من پروردگارا من اول حساب کتاب کن. نمیگریزی چون که ناموس نمیکنی. خدا خواهد انشاءالله. چون که خدا خواهد چی داری انشاءالله، یعنی عمل داری، نیکی ها و ثواب بزرگ داری. بعد گفت میگه من یک نصیحت که من میگفت هارون رشید گفت از روی قرآن و حدیث عمل کرد. گفت پادشاه باشیم از روی قرآن و حدیث عمل کرد. گفت میگه هارون رشید گریه کرد. چنان گریست که میگه ریشی مبارکش تر شد. بعد گفت که میگه یگان حاجت داری؟ بیحول من همین حاجت برارم. من 3 حاجت دارم. گفت میتونی؟ گفت هم نبراری. گفت در زن گفت چی حاجت داری؟ یکم گفت اونی من دراز کن. کنی من تو پاشا هست، یک مملکت در دست کنی، عمری من دراز کنی. چی گفت که من ای دست نمی عمری تا دراز کردن، این علم غیبی الله هست. گفت خب دویم گفت انشاءالله خدا خواهد، یعنی حضرت عزرائیل ایمن دور که جانی من نگیرد. گفت نمیتونه، من این سعی دست نمی آید. بینید سیم گفت من از دوزخ خلاص کنو جنت برار، من تو پادشاه زور هستی. گفت که نمیتونم. گفت
نتونی گفت چی نگفت تکیه میکنید این مال و دنیا و تو این پاشاگید این همش نیست شونده است. آخرت چی است؟ باقی جاویدان است. همون زهاد میگه چیکار کرد؟ انشاءالله توبه کرد عزیزان من. ببین همین مالک دینار یک کودک قصهش بسیار جالب است. میگم مالک دینار رفته سوزاد کوچندکی یک کودک خاک بازی دارد. کودک خاک بازی دارد، خاک بازی دارد، خاک گاه خندیده است گاه گریسته است. مالک دینار گفت که میگه این کودک باشه این سلام داده چیکار میکنم؟ گذشته برفت و با گفت که عقلش میگه ای این پیغمبر علیه السلام در سلام جدا نمیکرد آدم را. تو کلان تو میدانی پیغمبر دایم دستش پیشیده است السلام علیکم و رحمت الله و برکاته میگفت. بس گفت گشته اومد و السلام علیکم و علیکم السلام. گفت ای مالک دینار گفت که حیران شد. گفت تو من از کجا میشناسی؟ میدانی؟ گفت روحی من و روحی ترا در یعنی عالم ارواح یعنی میثاق داری میثاق ما را آشنا کرد. میثاق گفته از پیش از آفرینش همه دنیا الله همه ما شما را به صورت مرچه پیدا کرده است. گفته است استعیذ بالله الستو بربکم آیا من پروردگار شما نیستم؟ روح ما شما چی گفتیم؟ قالوا بلا هستی تو پروردگار ما، هستی تو رازق ما. در کدام عصر و دوری که میاری البته لبیک میگم عبادت نماز میخونم تو وعده کردی وعدت نکو وفا کی امروز عزیزان من تا کی میشینی؟ تا کی پایسته میسی که با پنسه برامو که نفقه برامو که گارانتی داری آخ پنسنده. همین روز در قشلاق ما یک آدم مرد همین پنسیا نگرفته مرد. ولی پنسیا اگه مرمدگی نفقه در دست اقلا نگرفت یک بارکی همه هم عرضه داشت میگفت که اگه پنسه برام مسجد میرم. نه خدا فرصتش نداد. گارانتی نیست تک عمرنده یا هست می گارانتی ما گارانتی نداریم از داری من. این الله میدونه. ممکن است یک ساعت بعد شما جنازه من میشنوید، یک دقیقه بعد جانی من در همجا میبراید. من همین امروز میگه ای تشنه لب مگو فردا آب نوشم با پیری در رهی طاعت بکوشم. نگو ای تشنه لب همین حوض او تخون مقصد از امروز بامداد تخون امروز پیشین تخون عصر تخون شام تخون خفتن تخون. مگو ای تشنه لب فردا آب نوشم با پیری در رهی طاعت بکوشم. فقط پیر شم خدا خواهد مسجد جای ما انشاءالله خدا همه دم تا میگیرید نگو حالی مسجد میرم و نگو خدا خواهد بابوی پیری چندان نوجوانی برفتن به توبه از این داری فانی. میدانی؟ میلیون جوانا 20 و 30 امروز من حضرت جنازه دارن. من بزرگای اسلام جنازه دارن همه هم امید داشت خدا خواهد فقط نفقه میبرامو چی کار میکنم انشاءالله خدا خواهد نماز میخونم. بابوی پیری چندان نوجوانی برفتن به توبه از این داری فانی. مبادای که به توبه بمیری زی نخلی باقی عمرت بر نگیری. و دیگه جنت نیست عزیزی من. حواره نشو عزیزانی من. بعد مالکی دینار میگد الحمدلله گفت من تا روح ما برام آشنا کرده. برای چی تو گفت خاک بازی داری؟ چون که گفت ما از خاک آفریده شدیم. استعیذ بالله منها خلقناکم و فیها نعیدکم و منها نخرجکم و تارة اخری. هر روز یک کفه خاک میگیری بالای مرده چیکار میکنین؟ دم میاندازین. طوری ای خاکیا زی خاکت آفریدم هوشیار باش. خاک بودی در میان خاک گردی بیدار باش. چشمات کشو کبر نکن تو خاکی هستی. میخواد یک کف خاک گیرو بدن تبی یک خیل هستی خدا خواهد. ما این میمون و شیمپانزه پیدا شدگی نیست. این عقیده کفره. ما از چی؟ از خاک الله سبحانه تعالی آفرید. بعد گفت که بچه جان چو یک میگیری یک میخندی. وقتی که رحمتی پروردگار را به یاد میارم که تمامی کل بنده ها دا میرسه میخندم. وقتی که غضب خدا را به یاد میارم میگیریم. او گفت تو کودک هستی خدا چیکار تو را غضب کنه؟ من به تو حکایه پیغمبر میارم. گفت من رسول الله صلی الله علیه و سلم ابراهیم گفتگی فرزندشو 2 سالگیش وفات کردگی است. در دستی مبارکشو جان دادگی است. وقتی که جان داد میگه پیغمبر گریه کرد. آبکای دیدش جاری شد. در صحابه سوالش کردن یا رسول الله خودت میگویی که در بالای مرده گریه نیست. نوحه کردن عزیزانی من در مرده حرام است.
نکنین این کار خدا خواهدین. آب دیده آب رحمت است. آب دیده کنین، حسرت کنین. نیکی برمده فلان بود، پیستان بود، اسلام ده حرام است. پیغمبر در او سوال کردن تا یا رسول الله، گفتن من شما را از داد گفتن، رو کندن، مو کندن، یا ویلا رفتن، دیسکتیک کردن من نکنم، لیکن این آب دیده نسبتی فرزندم رحم است گفتن. بعد نگه خاک نبردشو رسول الله بعد دست مبارکش موندشو 3 سوال به بچهش داد. ابراهیم جان گفت حاضر در قبر گذاشتمت، میپرسد خدا کی است؟ بچه جان بگو ربی الله گو. حاضر بعد میپرسند که ابراهیم جان بگو پیغمبرت کیه؟ بگو پدرم محمد صلی الله علیه و سلم ای. بچه جان ابراهیم میپرسد دین چیه؟ گو که دینم اسلام ای. میدانی گفت این محمد بچهش این تعلیم دادن بعد ما خیال میکنیم که ما نمیپرسد. حضرت عمر میگه داد گفت یا ویلتا گفت بین گفت این کودک ای خیل پرسیده بعد ما کلانا چیکار میکراشیم؟ ما کلانا چیکار نجات میافتشیم؟ عزیزان من خیال نکن خدا خواهد انشاءالله چی معده چی کلام خدا بخواهد محکمه سودیش نکشالت میکند، محکمه سودیش انشاءالله خدا خواهد حاضر و ناظرت میکند. عزیزی من که دیگری میگم وقت بسیار نمیگیریم انشاءالله. همین رئیس شما را بگانی شنیدم انشاءالله من هم یک حکایه میگم. الحمدلله بسیار اکی شوکت جان میسی نامی هم پرزیدنت مو الحمدلله پرزیدنت منم شفقت مزدیو بسیار مردی چی شد؟ سخاوتمند، شاهی عادل. الحمدلله در این دور حیات برسیم تا کتا پرتاخت را خواهد انشاءالله. دورهایی بود که نماز خوندن جنایت بود، امر و معرفت در خوابت میدیدی. اینا ما از چند هزار کیلومتر اومده با شما عزیزان دیدار یکدیگر دیدن هم صحبت شدیم. جنایت بود زمانایی 5 سال پیش از کود گجا گپ میزدی کلت هم گرفتن. الحمدلله این هم سیاست جناب عالیه که ما و شما امروز آزاد صحبت میکنیم، آزاد گپ میزنیم. همین برادر خدا مبارک کند. بسیار شخص همین وطن آباد کننده، بسیار شخص این صدقات جاریه نمیدراید. ببین انوشیروان گفته که شاه گذشتگی است در تاریخ، بسیار شاهی ظالم بود، بسیار آدم ها را ظلم میکرد. بیننده وای داشت وزیر بزرگمهر، بسیار شخصی دانا، همون بزرگمهر سببش را عادل شدگی است. یک جا حدش رفته سالان پیشین شاه ها دایم سیاحت میکردن. من روز جناب عالی بالای تخت اومد و چی گفت؟ یگان گفت رابط در کابینت نمیشینی، دوای خیز ایجاد برو قطاری مردم درو بلندگی کلرگی زن کردد کلندو بیلاوان تو را دیده چوه کماندر پیش کشه سالدت پیش نکشه. تو نمی کماندر که نکشیده که سالدت خواه میروان. گفت که برو اول خدا تو گفت کار میکنه بعد تو را دیده مثال این قوم و جمعیت میکنه. گفت همین میگه رفته سودان که تمامی خرابه همه در ظلم. دو تا میگه جوز میگن بوم شتگی از زنوشو گپ زنک دارن، چون که بزرگمهر زبانی حتی پرنده ها رو میدانست. بعد گفت که پاشا میگه اینا چی گفته سادیان؟ بیا پاشا لحمه نپرس میگه دایما نه یکم بگو گفت نه که باید در آیلک صحبت داشتن، نه که تدبیرش کرد، یا تدبیر خوبش کرد. بعد گفت که همه جیو که اینش نرکشه اینش موده اینا هر دوش خدا وجدگیان. این مهر پرسیده ساده که اگر همین مهری دختر چی میتی؟ همین 12 میگه همین دهه خرابه میتیمد. این نرش گفته که میگه من بیشوشمش نکه اگر همین بزرگ ملکتی همین انوشیروان باشه همین رفتاری ظلمش باشه ولی 12,000 قشلاق خراب میشه همش در وید من مهرت میتیم. اوه میگه انوشیروان این میگه ظلمی من تمام پرنده هم دونسته ای همون ساعت توبه میکند شاهی عادل میشد. بهترین شاه در دنیا گذشتگی است عزیزان من. شاهی عادل شده برفت. همین میگه یه روز همون بزرگمهر که رفته سادن که یک موی سفید درختی چهارمخ شنونده است. چهارمخ قدش یک وجه عزیزان من. بعد گفت که موی سفید گفت همین میبینیم که گفت عمر به یک جا برفتگی همین 80 ساله یا 90 ندومده دو روز بعد میره تیخو او این چهارمخ کی کلون میشه او تای میوش میخری. گفت که من بگفت انوشیروان 4 مثل شعر آورد. باغی که پیشینگان کاشتن پس آیندگان میوه برداشتن. چو کاشته شد بهر ما چند چیز ما بهر دیگران بیکاریم نیست. ای گفت پاشا گفت و همین درخت ها با هم شنود
من خوردمش آخی اگه من بشونم آخی نمیرم بخره. پاشو میگه خرسن شدو یک خصلت داشت، زیح میگفت. زیح گفته کهش آفرین. زیح که میگفت بزرگمهر 100 کیلو میدادش. زیح گفتاد که 100 کیلوش داد. گرفت و موسفید گفت که خدا شکر بخدا این آدم ها چارمغ شنونن کلون شو اگر بد بیمه میته یه ایمال نسبزیده میوه داد. پاشا خستش میگه زیح گفت میگه گپی خوب است که ما را چشم میبرانه. همین زیح گفتاد که ما 100 کیلو دادش. شکر بخدا گفت. این آدم ها چارمغش در یک سال یک بار میوه گیره ما 2 بار گرفت. الحمدلله اگر پاشا با خستش زیح گفت 100 کیلو دیگه دادنش. 300 کیلو شد و 1 کیلو میگه در زمین غلطید. کیلو را گرفت و میگه موی سفید بعد از پاکیزش پاک کرد و با در کیسش مونداد که وزیر گفت که جب موی سفیدی خسیس بده هم یتش غلطید یا کس بگیرش آخه میمونه. داد میگه پاشا میدانی گفت برای چی من این کار کردم؟ انی کیلو یک طرف شنده نامی مبارک توی، انی یک طرف شنده رسمی مبارک توی. نخواستم که همین زیر پای مردمامون زیح گفت میگن 100 کیلو دادن. 400 کیلو داد که وزیر بسر گفت که پاشا بیا اینجا تسته بریم که این تمام خزینه از میگیره. بس خدای حکمت ناکش همین برادر خدا مبارک کرد. اله خدا خواهد این خیلی راهبرا را پدش کنی. ولی برادر گفتن که همجا یک کسی دپوتات میشه کو همین خود میشوه. چون این قریبه که رفته 2 تا میزنیش دیگه میکنی بگانه یک میاد تت میکنه میرود موری یک میاد میگه میرود. نیکی از خود چی؟ از خود از بیگانه میگه تا خورده نه، از خود در رفیه تا مرده نه. انشالله این دپوتات چه روز به قطع شما رکھد یک میرود مجلس میاد درد میگویی آباد میکنه در وطن. این خیلی خدا خواهد جوان مردان در بین قومیت جهتی ما بسیار شود. این همه صدقات جاری است عزیزانی من. صدقات جاری یک تا ساختن راه است، درخت شناندن، مکتب، مسجد، قدوق براوردن، کوپروخ ساختن، به فرزندای خوب موندن، همه همین یا که یک عالما که علم مونده میرن کتاب مونده میرن. من شیخ محمد صادق خدا مبارک کنه هزارها کتاب یادآوری موند. امروز میخونیم راحت میبریم باشن عالما. عزیزان من این دنیا هم باقیش به همین است. همین برادرم دائم دعا کنین الله مبارک کنه. دائم در غنی چی بوده است؟ آبادی همین دیار و آبادی همین وطن. این خیلی جوان مردا صف زیاد شود. انشاءالله شما را از دانی من سخاوتمند شین بکنین آباد کنین انشاءالله خدا خواهد. چون همین وطن برای ما و شما است. همتا رسمی آبادی وطن بچی است به همین انسان است و به یاردم یکدیگر و به فایده یکدیگر است. خلاص عزیزان من برای انشاءالله صحبت کنیم. صحبت بسیار است عزیزان من. انشاءالله میکنیم اصلا بگه کم شیرین. انشاءالله با یک روزهای خوب با شما عزیزان هم صحبت میشیم. آخرون میگفتگی خدا خواهد وصیتی که پیغمبر اسلام در دم مردنشو کردن اگه 5 وقت نماز بخونه عزیزان من. چون که نجات در همین نماز است. نماز از دست نتین خدا خواهد. نماز ستونی دین است. نماز چراغی گل است. نماز خدا خواهد برکات است در خاندان و در عمر و در رزق و در کسب و کارت برکت می آوردگی همین نماز است. که با نماز با دیانت شو غمی رزق نخور انشاءالله خدا خواهد. چه حضرتان کو غمی هر روزه میرسد از حق، غمی بیهوده میخرد احمق. هیچ غم نخور خدا خواهد. 5 وقت نماز خون. حدیث پیغمبر است من صلی الصبح فهو فی ذمة الله. کسی که بامداد که خون وقتی خرنترش الله میشود. رفتن که کجای میره توکل به الله که خدا خواهد. بینید یک نمازی بامداد این پیشینی عصر ایشون هر یکش درجه و مکافات عالی دارد عزیزان من. 5 وقت نماز کار خونین الحمدلله دعاگو باشین خدا خواهد. این چنین فرزندکارم تربیت خوب کنین. همین بزرگمهر درباره نعمت این بهترین نعمت چی است گفت؟ بزرگمهر گفتن 3 تا هست. یکیش گفتن فرزند صالح، فرزندی که نماز خون طاعت عبادت کننده خیر احسان کننده فایدهش به مردم میرسیدگی. دویم گفتن کسی که از عمل خودش حلال زندگی میکنن. یک کسی که شافیار است یا که استا است یا که یگان معلم است از کسب حلال نه که از حرام نه. برادران اسلام انشاءالله همه تو حلال خری حلال زندگی کنی. حلال را حساب حرام و عذاب است از آن من. گفتن از دست خودش همه پیغمبرها بینیم محمد علیه السلام هم سوداگر شدگی است، سودا رفتگی است. ابوبکر بینین عمر بینین صحابه های بگتش دیدن گناه نیست از دانی من. بگتشه پلدارشه مالدارشه خدا چون که نفت تو میرسد. همین جهادان هم گاه اصل نمیرسید گاه اصلا و یراق نمیرسید
صحابه پول میپرسن من محمد دلگیر نشو، من هنی 10 تا اسب خریده بیار بده. ببینین این پول باشد این وطن آباد میشد. خدا همتون رو بای کند، همتون رو دولت دار کند. و سوم گفتن زنی صالح هست. زن باید صالح باشد، اکونومیش نی باشد اگر بای میشی. زنت میگه خورا باشه بلا زدت، زنت میگه گاود خورا باشه خدا دادت. همین خورایی که ناگهان صرف کردن گیره بانکراتت میکنه. باید کنین، چون که باید که زنی خدا خواهد چی باشد؟ با دیانت خدا هست، با عبادت، با طاعت باشد، غمی شما را میخورد. نباشد چی غم تو نمیخورد. باور که گفتی کی غمی زنی فرمانبرداری پارسا میگد کند مردی درویش را پادشاه. پادشاه میکنه، پرزیدنتت میکنه. اگر کمخور باشه و کم رزخور باشه و گویا که بیا این چیزا نگی مردک جان، بیا زندگی را خوب کنیم. همه روز غم خوری غم مدار که یاری موافق بود در کنار. در دنیا که گویا که کار اومدی مرمن مردک جان. حضرت امام احمد صاحبی مذهب هستن، از کار کوچه می اومدن، زنش میدست که غمگین باشد. مردک جان برای چی غمگین هستی؟ کاری دنیا باشد کفاک الله، خدا کفایت میکند. کاری آخرت گوید زادک الله، زیادت کنه خدا، زیادت کنه. مردک جان غمی روزی نخور. بینید نمیخیر خدا تاز باشد میشه بیرو میگه 5 نوبت بیزد در برد اگر یاری موافق بود در برد. برو میگه 5 وقت نماز در مسجد خون اگر یاری موافق در دمگل باشد. این زنی صالح هم باید کنید در همین دنیا جنت است یا که دوزخ میشد. اگر بد باشد زینهار از خرینی بس زینهار. زیر تفسیر همین سوره ربنا اتینا نمیکی حضرت علی، یعنی یاری بد بدتر بود از ماری بد. با پاکی ذات الله الصمد یاری بد آرد تو را سوی جهیم، یاری نیکو گیر تا که یابی نعیم. این زن هم یک بخت است انشاءالله خدا خواهد. عزیزان من بیاین این هممون قدریت دیگر بدانیم، هممون غنیمت هستیم. امروز از سحر است سفر در پیش است. امروز از سحر است میریم پیش الله. دوستی مهر و عاقبت یا دیگر فهمی. این موسیقی که باور که رشته رو دیده حواس میاد، جایی که من ریش نیست. باور میکنی یک محفلو میری من 70-80 درمده ریش درشتگی این موسیقی دا که من حواس میکنم. الحمد باشن اینا خدا خواهد زیبی چی هستن؟ خانه زیبی حولی زیبی مرکه ما شما هستن. همینا نباشن یک کلاری بشن. رسمی همین موسی دا قدرکاش نبرسه، حرمتش نبجا بیاره. خدا خواهد پیغمبر علیه السلام موسی دا را دائم حرمت میکردن. همین مدینه رفتن ابوبکر بیچاره داوند پدرش پیش حضرت پیامبر در که خطا کردی گفتن ما باید بریم زیارت موسی دا را کنیم. پیغمبر دائم موسی دا و کمپیرکا را حرمت میکرد. با این مسلمان نه غیر دین ها هم پیغمبر حرمت میکرد. عزیزان من یهود و دیگر بود همشه قدرش قیمتش در جاش میمون. ولی عزیزان من بین ان شاء الله خدا خواهد هممون 5 وقت نماز کار خونیم، از الله سبحانه و تعالی بترسیم ان شاء الله. ترسیده طاعت عبادت کرده خدا خواهد، خدمت الله خدمت جامعه را کرده خدا خواهد ان شاء الله. هممون یک تن یک جان. یک شعاری شورای بود موسی فدا میدونن میگفتن که همه برای یک کس برای همه. اگر دیمک همه میگیم که همین رئیس مون حرمت کنیم و همین که یک جاشیم این وطن آباد میشد. اگر پراکنده شیم که این وطن خراب میشد. هر کس منده چی گوشه گیر نه خدا خواهد ان شاء الله. مقصد اساسی چی است؟ آبادی وطن. مقصد اساسی آینده نسلا مونده چی؟ آبادی مونده. یک چیز رفتن از خلاص داریم اینجا صحبت با پایان میرسونیم. گپای سخت زده داشتیم عذر عزیزان من ان شاء الله خدا خواهد پیش این عزیزان یعنی خنک شد ان شاء الله خدا خواهد صحبت کردیم. من عذر میپرسم از عزیزای دل خدا خواهد ان شاء الله همشون بزرگای اسلام هستند. الحمدلله ما با جان و دل دیگر را دوست می‌داریم. همون یک تن یک جانیم. امروز از سحر است به یک آبرو پیش پیغمبر بریم ان شاء الله خدا خواهد. پیغمبر ما را خدا خواهد امتم گوید الله بندم گوید همین افتریتیت است. این دیگر افتریتیت های پلداری و مالداری و ماشین و خونه و داری لباس قیمت با افتریتیت نیست. افتریتیت رب بندم گوید. افتریتیت الله سبحانه و تعالی پیغمبر پگر روز قیامت دیده پیش بیاد که امتم اومدی بیا من تو را دوست می‌دارم. سوال که برادر شما جواب میدی. بیا بشو. خب
در اینجا انشاءالله دو سوال اومده است. یکی در حق همسایه چه حق دارد؟ اگر همسایه کم بغل باشد او رو باید تاراج کرد یا به او دستیاری دراز کرد؟ یکم سوال. حق همسایگی 3 حق است عزیزان من. 3 حق دارد همسایه. یکیش 3 حق دارد، یکیش 2 حق دارد، یکیش 1 حق دارد. اگر همسایه خیش باشد، عمک تو باشد، تاقاب تو باشد، یکیم که یعنی جیان تو باشد، 3 حق دارد. 3 حقش میدید. اگر حقی خدا خواهد انشاءالله مسلمانیش هم است. اگر بیگانه باشد و عبادت کننده باشد 2 حق دارد. اگر کافر باشد 1 حق دارد. اگر با کافر همسایه باشد ما حقی و تحقیر کردن نداریم، چون که هدایت در دست ما نیست. هدایت از جانب الله است. پیغمبر علیه السلام یهودی همسایه داشت. یک روز فاطمه مادر میدادگیشید دور مد، پیش همون یهودی دور مد، گفت که برادر همسایه گفت من همین فاطمه را به شوهر میدادگی هستم، شما چی میگه؟ گفت که محمد دینی تو دیگر باشد، دینی من دیگر باشد، کتابی من دیگر باشد، کتابی این چه از من مسیحیت میپرسی؟ چون که خدا من حق همسایه به همسایه تاکید کرده است. حضرت جبرئیل اومد میگه پیغمبر چنان حق همسایه را گفت که میگه من گمان کردم که بعدی مرگ همسایه را میراث نکند. چنان ترسیدم. عزیزان من، اگر همسایه آزار باشن جا تو دوزخ است. خدا سوره ماعون است ارایت الذی میگن همین آیت آخرش نمیگه استعیذ بالله فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساهون الذین هم یراؤون و یمنعون الماعون. خدا 3 کس وعید میکنه. یکم کسی که دیده و دونسته نماز قضا میکنه، او به نماز همون آلی دیده و دونسته نماز میتونی میفهمی پیشنه نمیخونی، میتونی اصلا نمیخونی، میتونی شما نمیخونی. وای این وادی منه وای گفته کس الوادی فی جهنم، در جهنم میگه یک چکوری است که میگه دیگر طبقه هایی یعنی دوزخی ها از وی پناه میتونن که پروردگار همین مکان ما را نگه دار. دیگه‌مش کی دست انشاءالله خدا خواست کسانی که ریا میکنند، خیال میکند، احسان میکند، گیم که معلا آباد میکند و سکار میکند، یعنی ریا میکند. ریا مقصد من تعریف کنند آدم خوب شد، آدم پول داشته است، این هم جوش دوزخ است. ریا شرک است. ریا و شرک. 3م حق ماونه گفتگیش شریعت نه 52 کتاب است، کتاب مختصر همین برهانی راشدانی از وطن ماش معذرشتان است، خدا رحمت کری باشد. همین کتاب قانون برای ماشون نیسته برفتن. همین 52 کتاب نه 1 کتابش عاریت است. عاریت گفتگی چیز برادران وقتینچه استفاده بردن اشیاء خواجگی. چی از گفتن تفسیر زیر میگه که حسین واعظی کاشفی میگن که چی است؟ تبار است، بیل است، پول است، کلند است، شیر است، چیز و چاره که وقتینچه داده استفاده بردن اشیاء خواجگی. دیگ، نمک. اگر همسر دیگ نبیا گو که نداریم داشته باشی کذاب هستی. بعضی ما سوال میگه که داملا جان آخی نمیگوی میتیش ای خودش کلم بگیرش ای گور دروش ای خودش کنه خدا خواهد انشاءالله تا همون تیشه در خونه وی ثوابش در نامه شما وی دوزی حساب میشه، فقط جزاش میگیرن. اگر خیانت کند منافق است. بینید من نکنه بعضی جمله شب میگه پول نمیدونیم، شب پول نمیده که برکش میپره، اینا بخیلا میگن. شب میگه شیر نده که قوم میکنه، علافش نده سیرا نقاب میکنه. این خیلی عقیدان در زندگی نکنید دروغ هستید. این همیدان از روی راسیه آورده شما. همین یهودان هم خیلی هست. علف را بعد از نده فلان نکو دعا در بوده دوشه کوچه همه بره. این همه سفته است. کی دید که کوچه خیلی تا 2 ماه برید تمام بانکرو چیده. نه تری معنی که زندگی نکن. همسایه را شب میده روز میده که بده که ایلا جاد ویله باید دوزخ هست. همسایت نداشته شد شرمندگی است که همسایت گشنه و تو سیر باشی. کنی مسلمانی ما باشیم برادری ما. حتی میگه از بازار میوه بیاری یک انگل میاری یک خشش میتی، سیب بیاری میگه 10 دونه باشد 4 دونه میتیش. حقه
اگر کسی من میکند وای بر حالت. همسایه آزار پیغمبر لعنت کرده. 7 گروه طایفه را کتاب منبیات نه لعنت کرده است. یک تیش میگه حقی همسایگی را من کند و لعنت گوهد تا همسایه را. خدا نمیبخشد. از خدا بترس. اگر با نماز خوانش این کار کنی خدا نگهدار کن. دیم بهش حقی شخصی که تهمت میکند ولی اون شخص از این کار خبر ندارد. تهمت کردن هم از آن من حرام است. حضرت علی میگن البهتان و علی برایا اسقل من السما. تهمت کردن با آدمای پاک از آسمون بر سخت است. عزیزانی من این غیبت نمیده. من یک قصه حکایت میگم شما ده دورای پیامبر علیه السلام ده صحابه شیشتگی بودن که رسول الله یک رومالنده چیکار کرد؟ گوش گذروند. یک رومالنده گوش گذرونده برفت و صحابه زید هم قطعی امینا بود. زید چون که پسرخونی رسول الله شده یک وقتایی و دین اعلی اثبات کرده داد. خلاص این قصهش دراز است. پسرخونی خدا حرام کرد. سوره خدا خواهد اینش حجرات 45 آیت نه هست. استعیذ بالله ما کان محمد آبا احدکم ولکن رسول الله و خاتم النبی. یعنی محمد یگان تشمون پدر نشود. این پیغمبر است. این ختم کننده های چی است؟ پیغمبر است. و زید گفتن که صحابه من میگفتن همین برای محمد اگو ایامو گوش مواتیه ما انچشید گوش نخوردیم. زید گفت خوب شده است. زید خیسته میگه برفت. اینا شده چی گفتن؟ اینا نمیدونستن که زید برای علاقه زوری دارد چون که زید در خونه محمد اسلام کلان شدگی است. ما شما یتیما لغا شفق میکنیم. محمد اسلام تمام یتیما انس ابن مالک، بلال حبش، عزیزانی من، زید ابن ثابت همش در خونه پیغمبر کلان همچون بچه معاملش میکرد. عزیزانی من پیغمبر چی بود؟ که بغل نواز بود. پیغمبر یتیم نواز بود. این گفتن که چیکار رفته با محمد معامله کردن همون گوشت برای ما گرفته شد. همه که گفت زدن. زید رفته رسید خونه پیغمبر نگفت که یا محمد صحابه گوشت نخوردن چند قد شد همه گوشت پرسیده سادیان. گفتن که حاضر گوشت خوردن. گفتن گوشت نخوردیم تا پیغمبر. نه برای گوشت حاضر گوشت خوردن. زید گشته آمد گفت که محمد میگه که حاضر صحابه گوشت خوردن. گفتم والله که این وای قسمی است. اونیست میشد آدم. والله که گفتم قسم بخدا ما گوشت نخوردیم چند کشیده. گفتم محمد گو با بیچاره زید دیده پیش پیامبر اسلام آمد گفت که با قسم یاد کرده که والله که ما گوشت نخوردیم به قریبی. پیغمبرم که منم با قسم والله که گفتم لازم گوشت خوردم. با بیچاره زید دیده اینجا اومد. صحابه گفتم محمدم با قسم یاد دارم. خیلی گفتن همون پیش محمد میریم. همه شو جمع زده اومدن. گفتن که یا رسول الله شما گفتی گوشت خوردیم ما گوشت نخوردیم. گفتن گوشتی برادر زید خورده. همه توف کردن که خون است. عزیزانی من بینید یک گپی که برای خوبی گفتن و یابا گفتن غیبت کرده. عزیزانی من کسی که کسی تهمت میکنن به همون تهمت اگر در دنیا خدا گرفتارش میکرد اگر حق باشد دیده دانسته سخن نکنه در بین مردم. فلانچه یک جا دورمند می 3 بار هم یک گپ دارد ممکن به بک حاجت میدرد. عزیزان من گمان خدا حرام کرده است. گمانی بد کردن نسبت یکدیگر، نسبت اکا و دادر، نسبت خواهر، نسبت برادری مسلمان اینا حرام است. عزیزان من حتی زنها را بعضی مسلمان تهمت دارند فلان چیز زن نیست. یک حجت نداری غیبت است. الغیبت تو پیغمبر گفتن اشد من الزنا. غیبت از زنا هم سخت‌تر است. یک غیبت کردن میگن از 36 زنا بدتر است. برای چی پیغمبر میگه از زنا بدتر است؟ چون که گفتن غیبت همه کردن میتونن. نگی زنا همه نمیتونست است. غیبت نگی همه میکردی. باز من اینجا خسته میرم سر میگیرم فلان بسید غیبت بشه. عایشه صدیقه شیشتگی بود. یک زنه که من یک قدش کوتاه میگه اومد نزدیک پیغمبر رو برفت اشاره کرد میگه قدش میده بلست. رسول الله گفت که غیبت کردی. آگو پیغمبر گفت چقدر غیبت کردم؟ گفت آخه قدش همه قی کن اگر نباشد تهمت کردی. گفت حرام است عزیزان من نکنه این کارا را. هر کس کاری خچه کند. هر کس کجای میشینه محفل
سخنی امنو بجایی که عالم هستن می اینا را دم نتیخلا خد انشاءالله نه سوال بارو چکنه و که حضرت چیکار میکنی گپی پیدا کوچنگی و فلان اشته آوای چیکارش میکنی گو یک بابی طهارت گپ زن باب یک نماز گپ زن ما هست آخرت تو گول خبر دیگه انین انشاءالله پیشرفت است انین بخت است خدا خود این کارا را نکنین الله همه ما شما را الها نگهبان باشه. تشکر زیاد دامن عزیز. اکنون عزیزان انشاءالله وقتی ما هم با آخر رسیده ایستاده است این دیدار بینی ولیکن عزیزان از جانب صاحبان خانه من و داملای عزیز حاج بابا عزت الله نوبتی سخن را میدیم انشاءالله تبریک میکنن و انشاءالله امر معروف میکنن. مرحمت جون.